سلام دوستان عزیز، خوش اومدین به چنل زبان سنتر. اینجا قراره با هم انگلیسی ها با چیزایی که عاشقشون هستیم یاد بگیریم. یعنی صحنه‌های باحال از فیلم‌ها، سریال‌های معروف، دیالوگ‌های خفن از کاتسین‌های بازی‌های ویدیویی و کلیپ‌های کوتاه جذاب که هم سرگرممون میکنه هم باعث میشه روز به روز انگلیسیمون قوی‌تر بشه. و دیگه لازم نیست متدهای خسته کننده یادگیری زبان رو استفاده کنین. اینجا با چیزایی که دوست دارین تماشا کنین طبیعی یا راحت انگلیسی یاد میگیرین که میتونه عبارتهای روزمره، لهجه واقعی انگلیسی زبانان و حتی شوخی خنده‌دار توی بازی‌ها و فیلم‌ها باشه. هر ویدیو مفید و پر از نکته است، به علاوه این که زیرنویس دقیق و توضیح فارسی ساده هم داره. پس اگه آماده این که انگلیسی یاد گرفتن براتون تبدیل به تفریح بشه، بزنیم بریم سراغ اولین ویدیو. دوستان توی ویدیوی امروز میخوایم دو تا از بخش ساده و پایه زبان انگلیسی رو با هم مورد بررسی قرار بدیم و یاد بگیریم. بخش اول بخش گریتینگز یا سلام و احوال پرسی هستش که میخوایم یاد بگیریم چجوری سلام کنیم به انگلیسی، چجوری احوال پرسی کنیم، چطوری، خوبی و از اینجور عبارت رو میخوایم استفاده کنیم. بخش دوم یه گرامر ساده را مورد بررسی قرار بدیم که برای معرفی خودمون استفاده میشه، مثل اینکه بگیم من سارا هستم، من علی هستم، من دنیل هستم، تو مثلا تام هستی و اینجور در واقع عبارات ها میخوایم با استفاده از این گرامر بسازیم و یاد بگیریم. Hello, how are you? Hey there. Hi, how are you? Hey there, fellas. Hello. Howdy doody. Hi, how are you? Hey, howdy, hey, that's me. Hello. How you doing? خب بچه‌ها توی ویدیوهای اولی که مشاهده کردین ما عباراتی مثل Hello, how are you? Hey there. Hello, how you doing? Hi, how are you داشتیم و تمامی این عبارات برای شروع یک مکالمه هستش. اولین لغتی که خب توی عبارات میبینیم hello, hi, hey there هستش که تمامی این عبارات به معنی سلام هستش. عبارت بعدی که میبینیم توی اکثر این ویدیوها how are you هستش یا how you doing هستش که این عبارت برای وقتی استفاده میشه که شما میخواین در واقع حال یک نفر بپرسین یا بپرسین که اخیراً چی کار داشته میکرده، چه خبر. پس تلفظ عباراتی که به معنی سلام بود اینجوریه: Hello, hey there, howdy, hi. بچه اگه از این ویدیو خوشتون اومد اونو حتما لایکش کنین، با دوستاتون به اشتراک بذارینش و برای محتوای بیشتر و بهتر این کانال سابسکرایب کنین. و عباراتی که به معنی حالت چطوره، چطوری، چه خبرها، چی کارا میکنی اینجوریه: How are you? How you doing? How are you? How you doing? Hello, how are you? Hey there. Hi, how are you? Hey there, fellas. Hello. Howdy doody. Hi, how are you? Hey there. Hello, how you doing? Hi, how are you? Hey, howdy, hey, that's me. Hello. How you doing? I'm fine, thank you. Mike. I'm fine, thank you. Fine, thanks. Fine, thanks. I'm good, thanks. I'm great, thanks. اون توی جواب How are you? How you doing? میشه گفت I'm fine, thanks. I'm great, thanks. I'm good, thanks.
و همه اینا یعنی من خوبم، مرسی. Glad to meet you. It was nice to meet you. Pleased to meet you. Pleased to meet you. عبارات بعدی که دیدیم یعنی nice to meet you, glad to meet you, pleased to meet you. تمامی این عبارات به معنی اینه که از دیدنتون خوشبختم یا اینکه از دیدنتون خوشحال شدم. این عبارات رو وقتی استفاده میکنیم که همونطور که توی فارسی هم داریم، وقتی که با یک نفر آشنا میشیم و خب صحبت‌های اولیه رو میکنیم، حالا موقعی که میخوایم ازشون خداحافظی کنیم یا کلا حالا میخوایم جواب مؤدبانه‌ای بهشون بدیم، این عبارات رو استفاده میکنیم. خب بچه ها رسیدیم به بخش جذاب ویدیو یعنی گرامر. بچه ها باور کنین که گرامر زبان انگلیسی یکی از شیرین ترین و قشنگ ترین گرامرهای زبانی جهانه. یعنی من خودم عاشق این گرامر زبان انگلیسی ام و امروز براتون گرامر ابتدایی زبان انگلیسی یعنی subject plus to be verb که در واقع میشه همون فاعل به علاوه فعل بودن توی زبان انگلیسی ها از کتاب American English File ادیشن آخرش رو براتون آماده کردم و کتاب American English File بچه یکی از بهترین و خفن‌ترین کتابات توی زمینه آموزش زبان انگلیسی هستش. من خودم از زمانی که تینیجر بودم تا همین الان که مدرسم و دارم تدریس میکنم این کتاب استفاده میکردم و بهتون توصیه میکنم اگر که کلاس های در واقع جنرال انگلیش میرین حتما کلاسی برین که این کتاب رو تدریس میکنن و اگر خودخوان زبان مطالعه میکنین حتما این کتاب رو مطالعه کنین، کتاب خیلی خوبیه. خب بچه من اول میام سابجکت ها رو بهتون معرفی میکنم توی زبان انگلیسی که ما در واقع 6 تا سابجکت داریم. سابجکت اولمون که همون من هست توی فارسی، توی انگلیسی ما با لتر آی که توی الفابت انگلیسی هم هست در واقع نشونش میدیم، پس آی میشه همون من توی فارسی. سابجکت فاعل دوم شخص توی زبان انگلیسی یو هستش، دقت کنید تلفظا یو که به معنی تو هست، دوم شخص مفرد یا دوم شخص جمع هست به معنی شما، شماها و فاعل سوم شخص ما توی فارسی یه او داریم ولی توی انگلیسی بچه قضیه فرق داره. توی انگلیسی برای هر جنسی مذکر یا مؤنث ما یه اوی متفاوت داریم. برای سوم شخص مفرد مذکر که برای آقایون یا پسرها هستش ما هی رو داریم، تلفظش رو دقت کنی هی. و برای خانوم ها و دخترها توی زبان انگلیسی ما ضمیر سوم شخص مفرد شی رو داریم، تلفظش رو دقت کنی شی. و البته برای حیوانات و در واقع اشیا هم ما یک ضمیر سوم شخص به خصوص داریم که it هستش، تلفظش رو دقت کنی it. این برای بخش اول ضمایر. بخش دوم ضمایر که همون بخش جمع میشه، جمع آی یا من که توی فارسی ما بهش میگیم ما، توی انگلیسی بهش میگیم وی، تلفظش رو دقت کنی وی. و دوم شخص جمع دوباره همون یو هستش، یعنی بچه ها هم برای دوم شخص مفرد همونجوری که قبلا گفتم ما یو رو استفاده میکنیم، هم برای دوم شخص جمع و تلفظش هم یکیه یو. و برای سوم شخص جمع ما از ضمیر دی استفاده میکنیم، تلفظش رو دقت کنید دی که یعنی آنها و جمع هیاشیا ایت میشه در کل. یعنی ما چه بخوایم بگیم اون دخترها، اون پسرها، اون گربه ها همه رو از دی میتونیم استفاده کنیم. حالا میرسیم به بخش فعل‌های این ضمایر که میشه بخش دوم این گرامر
ما کلا 3 تا فعل داریم واسه این ضمایر که همشون از فعل اصلی و بیس فرم to be میاد. to be خودش به 3 تا فعل تقسیم میشه am, is, are که هر کدوم از این فعل ها برای یک ضمیر به خصوصی هستش. برای ضمیر I یا من ما از فعل am استفاده میکنیم و دقت کنید که فعل am فقط برای ضمیر I استفاده میشه، در حالی که برای فعل is و are اینجوری نیست، یعنی اونا برای ضمایر متفاوتی استفاده میشه. مثلا ما از are برای ضمیر you استفاده میکنیم، برای ضمیر we استفاده میکنیم، برای ضمیر they هم استفاده میکنیم. مثلا میخوایم بگیم تو هستی، میگیم you are. میخوایم بگیم آنها هستن، میگیم they are. میخوایم بگیم ما هستیم، میگیم we are. و برای سوم شخص مفرد ما از is استفاده میکنیم، یعنی برای he, she و it ما از is استفاده میکنیم. یعنی من میگم he is، اون پسره هست. she is، اون دختر هست. it is، اون چیز یا اون حیوان هست. و حالا ادامه جمله. پس این میشه در واقع ساختار ضمیر به علاوه فعل مثبت to be. حالا فعل منفی رو چجوری دوستان میسازیم؟ فعل منفی رو وقتی مثلا ببینیم ما میگیم I am، حالا من میخوام اینو منفیش کنم، کافیه که ما از در واقع منفی ساز not استفاده کنیم بعد از I am. یعنی من میتونم بگم I am not، من نیستم. میخوایم بگیم تو نیستی، ببینیم مثبتش میشه you are، درسته؟ یعنی تو هستی. حالا میخوایم بگیم تو نیستی، میتونیم بگیم you are not. میخوایم بگیم اون نیست، ببینید اون پسر نیست. حالا مثبتش چی بود؟ he is. حالا میخوایم منفیش کنیم، میگیم he is not. برای دخترش همینطور، she is، she is not. برای جمع ها باز همینطور، we are not. you are not. شماها نیستید. they are not. آنها نیستند. خب این برای توضیح بخش منفی کردن جملات. و حالا بچه ما توی فارسی مثلا بگیم تو هستی، تو نیستی، من هستم، من نیستم و هیچ کانترکشن یا مخفف سازی ما نداریم. ولی توی انگلیسی ما مخفف سازی هم داریم برای این فعل ها. یعنی مثلا من به جای اینکه بگم I am not، این am not رو میتونم بگم I'm not. You are not میتونم بگم you aren't. He is not میتونم بگم he isn't. She is not میتونم بگم she isn't. It is not میتونم بگم it isn't. We are not میتونم بگم we aren't. دوباره you are not جمع که همون میشه you aren't و they are not میشه they aren't. این حالت اول مخفف سازی بود. حالا حالت دوم چیه؟ حالت دوم اینه که ما بیایم همون your یا مثلا he's رو بگیم یا she's رو بگیم بعد یه not بذاریم بعدش. مثلا چی؟ بگیم مثلا you're not, he's not, she's not, we're not, they're not, I'm not. اینجوری هم مخفف میتونیم بکنیم. و یه نکته اساسی که این وسط وجود داره اینه که بچه ما میتونیم بگیم you aren't, they aren't, we aren't ولی I didn't نمیتونم بگم. من فقط برای مخفف I am not, I'm not دارم. ولی I meant من اولا ندارم توی انگلیسی. یعنی اگه بگم I meant کاملا اشتباه، چه از نظر اینفورمال یعنی حالت محاوره، چه از نظر ساختار گرامری و فرمال یعنی رسمی. خب مثالش هم که توی جدول رو میبینید.
خب حالا میرسیم به بخش سوال سازی در واقع این جملات. چجوری سوال yes no question یا بله و خیر بسازیم. بچه ببینید توی فارسی وقتی ما میخوایم همچین جملاتی رو بسازیم به صورت محاوره مثلا میگیم که تو رضایی، تو سارایی، تو توی اتاق دویی، تو توی اتاق سه‌ای، تو توی مدرسه‌ای. و توی انگلیسی به این صورته که ما مثلا توی جمله میگیم که توی جمله خبری میگیم که I am Sarah. حالا میخوایم اینو بیایم در واقع چیکارش کنیم؟ بیایم در واقع تبدیلش به سوال بکنیم. مثلا فکر کنید که من همیشه این مثالی که میزنم برای شاگردام اینه که میگم مثلا آقا فرض کن مثلا من فراموشی گرفتم، من حالا از شما دارم میپرسم که مثلا من علیرضا، من سارا، من احمدم، میام اینجوری سوال میکنم I am احمد، میاد چی میشه؟ میاد تبدیل به این جمله میشه Am I احمد؟ Am I Sarah؟ Am I رضا؟ Am I Daniel؟ حالا این چرا اینجوری شد؟ به خاطر اینکه ما اومدیم I am رو فعل to be و در واقع سابجکتمون رو وارونه کردیم جاشون رو، یعنی جاشون رو عوض کردیم. حالا چی شد تو این جملات؟ همونجا که دیدین تو این جملات ما جای to be verb و subject رو عوض کردیم، یعنی to be verb اومد اول جمله و اون سابجکتمون رفت بعد از to be verb و بعد بقیه جمله که میشه در واقع مثلا Am I رضا؟ Are you Sarah؟ Am I رضا؟ Am I احمد؟ Am I علی رضا؟ حالا برای تمرین بیشتر اول میایم روی بخش سوالی ما تمرین میکنیم و من بهتون چند تا جمله میگم و چند دقیقه مکس میکنم و بعد شما جواب درست رو به من میگید. خب بریم برای جمله اول. I'm in room 2. What is the question for this sentence? آفرین، جواب درست اینه Am I in room 2؟ میریم سراغ جمله دوم. Your Tom. What is the question for this sentence? آفرین، Are you Tom؟ She's my teacher. آفرین، سوالیش میشه Is she my teacher؟ قسمت بعدی که میریم سراغش قسمتیه که در واقع ما میایم به سوالا جواب بدیم و خب ما یه جواب مثبت داریم که با yes answer هست، یه جواب منفی داریم که با no answer هست. yes که یعنی بله، no هم که یعنی خیر. خب به این صورته که مثلا من میگم که Are you Tom؟ شما جواب میدید Yes I am Tom. یا مثلا من میگم که Are you Anna؟ شما میگید No I'm not Anna. یه نکته هم بهتون بگم، پس این طریقه ساخت جواب شد. حالا جواب کوتاه داریم، ما جواب بلند داریم، یعنی هم شورت انسر داریم هم لانگ انسر داریم. شورت انسر به این صورته که مثلا من میگم Yes I am No I'm not. لانگ انسر چیه؟ اینجوریه Yes I'm Tom No I'm not Tom. پس این هم مدل لانگ انسر. حالا دو تا دیگه میگم و این مثال هم دقت کنید. Is he Daniel؟ Yes he is. No he isn't. Yes he's Daniel. No he's not Daniel. Are they students? Yes they are. No they aren't. Yes they are students.
No, they are not students. You are, Sarah. Because he is Danny Looney. You are Sarah Connor. I am Spider-Man. Are you a doctor? Is she a student? خب دوستان اینم بود از ویدیوی امروز. امیدوارم ازش لذت کافی برده باشین و تونسته باشم آموزش خوبی در زمینه زبان انگلیسی بهتون بدم. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید، با دوستتون به اشتراک بذارید، شیر کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و یادتونه که زنگوله نوتیفیکیشن هم حتما فعال کنید که اولین نفری باشید که ویدیوهای بعدی من رو میبینید. و بچه اگه سابسکرایب کنید واقعا حمایت خیلی خوبی میشه از من، جهت اینکه ویدیوهای بهتر و بیشتر با کیفیت خیلی بهتر از این براتون بسازم. و خوشحال میشم اگه کامنت بذارین و نظرتون رو در مورد محتوای آینده این کانال در زمینه زبان انگلیسی بهم بگید. مثلا اینکه چه ویدیوهایی دوست دارین ببینید، چه گرامری دوست دارین یاد بگیرین و چه محتوایی دوست دارین. تا یه ویدیو خفن دیگه و یا آموزش سرگرم کننده دیگه از کانال من، فعلا باهاتون خداحافظی میکنم و توی ویدیوی آینده میبینمتون. فعلا دوستان، پیس اوت.